نوشتم نامه ای از بینوایی ببندم با پری مرغی هوایی ببریم نامه را با دل بر من حضرتان داد و بیداد از شدایی دیگر یارت نمیشم وفادارت نمیشم مقام خارت نمیشم مقام خارت نمیشم برو دستت خلاص ما مریض ما خیلی بیامده و بابا سر نمیکنیم بابا نه خودم من خود که دکتر نمیفهمی که من مریضم بانجون بعد هیچ بلای نمیزنه هیچ که چیزیه که نمیفهمه و نجوری هم نمیفهمه دلبند من بفتاد نمیگم یا ربکی نه بابا ظالم من بفتاد کو آخه ظالم تو بفتاد ظالم من نفتاد که بیامده من مریض و پشتر تو بیامده اینجا بالا سر من میخونی بگی لکچه کن بابا دلبند من بنداختم بابا صدا شما به تک کوچه می اومدید دقیقه قوک میکشین آخه سیکو بله بابا اینا دعا منه تو هم بزن نمیفهمی خود دعا شما نه من دعا شما من بخوردم نقصه شما رهن بابا بستندم بیا بستندی بلیان نه دعاتی پریز کنه چی نخوره چی بخوره بانجون بعد هیچ بلای نمیزنه بابا گفته که چه زغال مغال سیکو لک چی میگی تو؟ چی میگم؟ چرا با بابایت میگی؟ چی گفتم؟ میگی بانجون بعد هیچ بلای نمیزنه من نگفتم من خود به بابا نمیگم پس به کی میگی؟ من مادر چیز میته گفته مادر زلیخا چی میگه بابایی؟ سیکو بابا این اصلا رم به وجود از این نیه بابا هیچی رم نداره هیچی نمی خودی که تیاره نگربت نامد اون تیاره چی گفت بابا به شما؟ بابا به من میگه بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه دهنم بند مشکلین بابا بیلا گیله تو میته گپ گفتی با بابا من میگم به تو نگفتم به بابا نگفتم میگم بابا چی کار فلانه گیله گمان شیشته بود امان رو بریم با بابا نگفتی میته چی گفتم؟ گفتی بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه ما گپ از او گفتم اشته گپ کی میگی تو؟ زن کوکمه زن کوکا چی گفته؟ زن کوکم ما چون گفته بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه ما چون این تو بانجون مگر اونا که میگن تم بیای به پیش بابا بگی میته بابا بانجونه بخی سر سر کو بگذاریم بابا بابا سر کو بگذاریم بابا این بدن تو که بعد از دل من میته بخی گیلک تبله رم که اینجا بیا اول تبله میزدی نه مال به تبله گده کده تبله می آمین تو برم بگونم صدا خوب تر گیلک بابا که ناجورم دکتر گفته که بابا قال مقال بیشتر چه کسان به سر جا بیایه وقتی برو بری شخونه وقتی بابا این بلای تو که خونه بره خب شما بابا سر کو بگذارین حالا به زلیخا میگو زن کوکم زلیخا میگو بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه آن سیکو چی میگه به من باید سیکون کاشیم بابا کاشیم شما باشه من تبلیغ رو رنباین کنم سر ممای رو تبایی الله من دیشب تا تو خواهی نشونم حالا دم بیام اینجی کردم به گروم رو بگرد کرد چه کاره کجی خان؟ چی گیلم من مترده چه کار شد؟ مترده زد تو؟ بها میتوام کل ممزد 16 کلمه لاغ مرده اشته موتر بی عقلی بده که تو زده مثل تو گیلم حال نرمه نوری نگنانم من قلور و صبور و را رفته نمیتونم بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه ای خوک برنگ تو تارتو چره؟ کله گندی و نگاه کو وقت اگوره کنه گیستی به من جگه لغا زکیفه میچینی گردنم بند باشه که ما به تو نمیگم برکو به خدا یک واسای به تو ندینو که میجگه به بال بخطی ما بانجون بعدو تو چی؟ ما بانجون بعد میگم ترکو نمیگم و تو به من ترانه میخونی تارتو
تو تو فکر بانجون میکنی من نمیفهم من مثل تو بیعقلی و انا وانا ما به پیار خواهم بخونم و گفتم ماماله خود تو همیشه دنرقی ما به هستی پیار خو نگفتم ما به تو هم نگفتم با همین میگفتی همین جگه غیرت ما و تو دگه کی نتار تو و گپ گزن کوکم زلیخا گفته سرتون دن کوکا تو زلقا به خیلی خوچی به کفن فینده بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه برو خدا به تو آسای بزنم که این دیگه شیش ماه بقلتت که بقل خرج تو سگو گربا بخوره مثل که تو خرج تو خدا یا بگیریش تا آدم بیعقلی ما امرو گیر کرده مال بقدار به درد من میگم بانجون بعد بلایی نمیزنه بانجون همه به زمینایه و تو کنه میگم سرخی بانجون بعد تو آفت بعد یادم از تو به دور باشه از 77 کلا به دوره بله بله بارو بیچه خیلی خوبه چرون بده بده بعدن که تو هم بچرونم بده همین دیگه خدا از تو بخور داره امرو را خدا رفته بیامرزه نمیکنه بیبی مسکو بیبی من کمال کپاقیتشون او باید قرار یه جایده که تو ازی داره دنیا بیشتر اگه بیام بارسا میزنی گردن من بیبی من میشه امرو خدا از تو بکار داره را رفته نمیتونه که من میبم طلاق سر تو میزدم آه 7 نفر اونجا پرته بگو به طلاق سر مزدم همون هم از سر تو میده چیزا زبون نافهم گفلاشونه ای بیدم این خودی که لیگنده خوبی هم آده به من نفهم افیده کوکو برات کار خوب سلام علیکم ماما نوروز شفا باش البته من ناجوریم مریضم همین تو دردسر نیام که اصلا طاقت چشما وا نمیشه خب میرفتیم به یک دکتر چیزی خود نشون میدادیم به دکتر هم برفتم خور نشون دادم هیچ اصلا دو از این روی تاثیر نکرده این چند روز میشه شما ناجوریم بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه چه؟ بله چی گفتی نفهمیدم بیا میگم بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه پیش بیا بله پیش بیا چه به کی میگی بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه بله به کی میگی بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه چه ها زن کوکم از زلیخا گفته گپ میگی بابا خزان کوکا خزلی خود چرا میندازی تو یک وقتی هم بشه که به این منطقه به کسی کار نداشته باشی آمرزکا ناجور اما با ما تو میگی بانجون بعد هیچ بلایی نمیزنه ما به گفتم پس به کی گفتی نه به کی گفتی ما با بانجون بعد میگم شما بانجون شما دونه تو به کی گفتی چرا من اولاد میزنه به خدا تو به میگم کی گفتی میاسته که ها تو بس که بابا بابا تو بازی تو بس که تو بزیر خاک تو که رو بجی استیبات یک دمی بگیر میفته خیره ماما نوروز خیره بدل خونه نگیریم بچه بی عقله شما برای از این گپا نگردیم خیره یعنی نور یک اشتباهی بکد نفت بگیر ما بجیست با تیار میگم با من خیره دیگه است بچه بی عقل سادیه چیکار کن سادگی هم تا اندازه دیگه ایتم نگفتن کوکو دیگه که تو هر کس لقاظه کنایه به چی و خیره بدل خونه نگیریم خیره بدل خونه نگیریم و همین نداره جمعه دکتر جای میریم شما رو ببرم نه تو میرم هم ساعت سهرام اینو چه خب بریم خدا من شفایی بده خدا شفایی بده ماما اشتهی وایخ خوب شد همین نور بیا نور جو چه کاره ماما چیکار نیم همین تو دق شدم خونه بیری شدم تامیدی بیام در جا افتادم همین تو من برم همین سهرا یک چرخه همین تو نمیتونم هم رفته در جا از سرا تا همینجی بیام بشیش نمیتونم داره حالا قوت ندارم خوی بچه دیگه کی به درد شما میخوره بچه براد نه هم گیلک بچه من ندیدی بعدی دو ما ماشاءالله به اون پینتر هموله پیش ماما و ماما نوروز خودی هم دیگه گپ میزدیم و هم ناجور بود بیچاره خودی هم اختلاط میکردیم ما در پیش متی شد یک جفنگ هم برای ماما نوروز بگو برای ماما نوروز او چی گفت با ماما نوروز چی گفت ماما نوروز از این ناجوری خودیم اختلاط میکردیم ما در پیش متی شد گفت تک بانجون بعد هیچ وقت هیچ بلایی نمیزنه با من بگفت صبح بعد این بفهمونه این خوبیت نداره حالا به خاطر سادگی و می همسایه‌ها خبر دارم چیزی نمیگم بزو یکی دیگه میته پیدا میشه که سر به تعمی جوا میته قطه میده که تا نفسی بالا بیاد خوبیت نداره بیا اینکه شما رو کنم میگم اشکو
صبر کنید. آن مامان جون همین تو میریم. بله. حالا اگه پیدا میشد خوب بودم. با اون بالاتر بود اگه مال همین تو همین راه بریم میبینیم دیگه حتمی بم تمیز میبینیم یک جای خواه. آن مامان جون سعی کنی. همین راه همین تو بگیریم بریم بوش کنیم که به جوجار نفته که بفهمیدیم. بچه شما حتمی بم جلو شما برا سر میخوره. چی رقم؟ امروز هم هر چی به جلوی ما سر میخوره مریض. چی حالته؟ از این بچه دیگه ما چی خیر ببینه؟